واقعا آرایشگری حلال ترین شغل دنیاست. تصور کنید یه ناخنکار و یه مژه‌کار بعد از یه مدتی گردن درد میگیرن، ولی با عشق قشنگترین تصویر ذهنیتون رو روی ناخن و پلکاتون پیاده میکنن. رنگکارا و کراتین کارا بعد از یه مدتی مشکل تنفسی پیدا میکنن، ولی بازم با عشق کار و رنگ مورد علاقتون رو روی موهاتون پیاده میکنن. میکاپ کارا بعد از یه مدتی مشکل دیسک گردن و کمر پیدا میکنن، ولی بازم با عشق قشنگترین ورژن زیباییتون رو روی صورتتون نقاشی میکنن. ما هممون یه عشق و یه عشق و یه عشق به همه آرایشگرای ایران بدهکاریم، چون با وجود سختی ها و محدودیت هایی که دارن بازم با عشق کارشون رو انجام میدن. آرایشگرای عزیز و با شرف، خدا میبینه پشت صحنه سختی که با وجود